به به این زولبیا و بامیه فوق العاده حرفه‌ای و خوشمزه. ببینید چه رنگی داره. سلام و درود، عابد هستم. خیلی خوش اومدین دوباره به کانال خودتون با یه ویدیوی دیگه. این نورای پشتو دارین دیگه، اصلا یه جینگولک بازیای اضافه کردم، نور اضافه کردم و اینا، فکر کنم خیلی بهتر شده. اگه خوشتون میاد حتما تو کامنت ها برام بنویسین. آموزش زولبیا و بامیه رو از شربت بار شروع می‌کنیم که خیلی هم راحته و نیاز داریم برای هم زولبیا هم بامیه. ما در واقع یه چیز خیلی مهمه توی درست کردن زولبیا و بامیه که اگه میخواین با هم درست بکنین، اونم زمان بندیه. اول ما شربت بار رو درست میکنیم که این باید یه ذره خنک بشه، هرچند موقعی که در واقع حالا بهش میرسیم، موقعی که خواستیم زولبیا و بامیه رو توش بذاریم باید این گرم باشه، ولی برای تایم بندیمون اول اینو درست میکنیم، بعد میریم سراغ زولبیا، چون زولبیا باید یه 4-5 ساعتی بمونه. بعد قبل از اینکه می‌خواستیم زولبیا رو سرخ بکنیم، 1 ساعت قبلش بامیه رو هم درست می‌کنیم، چون زیاد لازم نداره استراحت بکنه. خب بریم سراغ درست کردن شربت بار. من اینجا 600 گرم شکر دارم. اگه می‌خواستین با پیمونه جلو برید، از این پیمونه‌های استاندارد 3 تا پیمونه بسته. 600 گرم شکر رو می‌ریزم توی ظرفم. نصف اون مقدارم 300 گرم یا 1.5 پیمونم آب بهش اضافه می‌کنم. حالا میذارم روی حرارت که آب به جوش بیاد. دقت بکنید توی این مرحله اصلا نیازی نیستش که به هم بزنید، همین که آب به جوش بیاد خود شکر حل میشه. شکر و آب همینجوری که میبینید به جوش اومده. من میرم الان گلوکوز رو اضافه میکنم، 70 گرم، تقریبا یه استکان کوچیک. ببینید اینقدر گلوکوز نیاز داریم که به در واقع شربتمون اضافه بکنیم. حتما گلوکوز رو بزنید. اون چسبناک بودن زولبیا بامیه که میبینید توی شیرینی فروشی ایران داشت و اون براق شدن در واقع زولبیا بامیه همش به خاطر گلوکوزه. اصلا اینو حذف نکنید. 75 گرم، تقریبا 3/4 استکان گلاب دارم میزنم. بچه‌ها این به خاطر اینکه شکرک نزنه، اصلش اینه که 1/4 قاشق چایخوری خیلی کوچیک به جوهر لیمو بزنید. میخواستم جوهر لیمو بزنم، متاسفانه نداشتم، تموم کردم. فکر کردم داشتم ولی ندارم. جایگزینش یه ذره لیمو ترشه، ولی گفتم بهتره که شما جوهر لیمو رو بزنید بهش. تقریبا 1/4 لیمو ترش رو من بهش میزنم. و مرحله آخرم یه قاشق غذاخوری زعفرون غلیظ دم کرده. البته من دم کرده نیست، این با یخ من اینو باز کردم. یه قاشق نصفی ریختم. خوب اینو هم میزنیم. حالا این شعله رو من آوردم روی متوسط رو به پایین، بعد میذارم که این شربتمون قشنگ قل بخوره 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه دیگه آماده است، از روی گاز برش میدارم، میذارم که خنک بشه. میرسم خدمتتون برای زولبیا. خیلی خب بریم سراغ درست کردن زولبیا که خیلی ساده است. از نشاسته گل باید استفاده کنیم. بچه‌ها توی ایران نشاسته گندم رو بهش میگن نشاسته گل. همون نشاسته گندم من یه عالمه تحقیق کردم، هیچ فرقی نداره. منتها یه فرقی که داره، توی ایران نشاسته گل این در واقع نشاسته گندمیه که دونه‌هاش به هم چسبیده، حالت حبه شده، بزرگه. خب اما اینجا توی آمریکا ما اونو نداریم. نشاسته گندم داریم که بهش ویت استارچ هم میگن. ببینین صدف هم داره، ویت استارچ، نشاسته گندم. این همون نشاسته گله. خب من اینو الان باز میکنم. 120 گرم نشاسته گندم یا همون نشاسته گل نیاز داریم. یه قاشق غذاخوری پر، 2 قاشق، 5 قاشق غذاخوری سرپر شد. خیلی بهتره که وزن بکنید، اما من در واقع مقادیر حجمی هم بهتون میگم برای کسایی که ترازو ندارید. حالا ترازو صفر میکنم. میریم سراغ ماست. بچه‌ها ماست حتما باید ترش باشه. به هیچ عنوان از ماستای یونانی و اینا استفاده نکنین. اونایی که توی ایران هستن قشنگ میتونن برن لبنیاتی ماست ترش بخوان. اما توی آمریکا ما ماست یونانی داریم که خیلی مرسومه، اون ماست ترش نیست. خب من این ماست در واقع بولگاریان و پروبایوتیک هم هست، از اینا بهتون توصیه میکنم بگید. اینا ترشه. بعد برای اینکه ترش‌تر هم بشه، چرا میگیم باید ترش بشه؟ به خاطر اینکه زولبیاتون رو به شدت ترد میکنه و فوق العاده خوشمزه، مزه ترشی داره زولبیا. اون به خاطر ماست ترششه، هم خیلی تردش میکنه هم فوق العاده خوشمزه. اینو من گرفتم 2 روزم توی دمای محیط گذاشتم بمونه. نگران نباشید خراب نمیشه و اینجوری ترشتر هم میشه. بریم سراغ ماست. 150 گرم هم بهش من ماست اضافه میکنم. اینم از این. حالا میام به هم میزنم، قشنگ نشاسته و ماست رو با هم ترکیب میکنم.
قشنگ با لیسک تمام نشاسته رو سعی بکنید با ماست ترکیب بکنید. یه همچین بافتی شد. من این مقادیر رو اینجا یادداشت کردم که یادم نره. حالا یه قاشق غذاخوری شربت باری که درست کردیم و گذاشتیم خنک بشه رو بهش اضافه میکنیم. یه قاشق غذاخوری هم روغن مایع. 20 گرم هم من آرد، بهتره از آرد کیک استفاده بکنید، آرد کیک بهش اضافه میکنم. میشه یه قاشق غذاخوری. اینا رو دوباره با هم مخلوط میکنم حسابی. ببینید الان این مایع من سفته، نگاه بکنید زیادی سفته. حالا ممکنه بستگی به اون نشاسته‌ای باشه که ازش استفاده میکنید. وقتی دیدید سفته یه مقدار دیگه بهش ماست اضافه بکنید. ببینید الان من بهتون میگم که این غلظتش باید چی باشه، باید روون باشه، خیلی هم چیز نباشه. ببین این بازم هنوز سفته. یه قاشق دیگه من بهش ماست اضافه میکنم. در واقع اون بافته که خیلی خیلی مهمه که نه خیلی شل باشه، خیلی رقیق باشه و نه خیلی سفت. ببینید الان این یه چیز خیلی عالیه. ببینید و این چون میخواد یه 4-5 ساعت هم استراحت کنه بازم خودشو ول میکنه و بازم یه مقداری رقیق‌تر هم میشه. حالا میرم آخرین مرحله بهش بیکینگ پودر اضافه میکنم. یه قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم. همین، این برای پف کردن زولبیامونه. یه مقدار هم بزنید کفایت میکنه، نمیخواد خیلی هم بزنید. بعد سلفون من میکشم روش و توی دمای محیط آشپزخونه میذارم تقریبا 4 تا 5 ساعت استراحت بکنه و برمیگردم و بقیه کارم بهتون نشون میدم. آقا یه چیز خیلی مهم یادم رفت اصلا بهش بزنم، زعفرونه. حتما یه ذره زعفرون به مایع زولبیاتون بزنید. یه قاشق غذاخوری میزنم، فعلا هم میزنم چون این به رنگش رو خیلی خوب میکنه. یه قاشق دیگه من بهش زعفرون اضافه میکنم که خوش رنگ تر بشه. 2 قاشق غذاخوری شد کلا. ماستمون هم 150 گرم دیگه نشد دیگه، تقریبا شد 180 90 گرم دیگه. اینا من بگم، حالا پایین توی دیسکریپشن براتون مینویسم. اینم از این. بریم استراحت کنیم. رسیدیم به بامیه. تقریبا 1 ساعت مونده. یه 4 ساعتی هستش که زولبیا داره استراحت میکنه. 1 ساعت دیگه من میخوام شروع کنم سرخ کردن. الان وقت اینه که من در واقع ملات بامیه‌مو شروع بکنم. کاری که میکنیم اینم شبت بارمون بچه‌ها. ببینید اینم شبت بارمونه. غلظت عالی، رنگ عالی. حالا فعلا اینو من میذارمش کنار. یه ظرفی میارم. اینجا من 400 گرم آب دارم. 400 گرم آب رو میریزم توی ظرفم. 50 گرم هم کره دارم. کره حیوانی. اجازه میدم که کره حسابی آب بشه و آبمون هم شروع بکنه به گرم شدن. قبل از اینکه آردو برم اضافه بکنم من اینجا نشونتون بدم 400 گرم آرد دارم. آردی هم که استفاده کردم آرد شیرینی و در واقع کیک. خیلی بهتره که از این آرد استفاده بکنید که بافت بامیه‌تون خیلی سبکتر و لطیفتر بشه. اما اگه نداشتید میتونید از آردهای مختلفی مثلا آرد چه میدونم گندم کامل اینا استفاده نکنید. یه آرد خیلی سبک و خوب استفاده بکنید. تو اونایی که آمریکا هستن از این آل پرپس فلاور ها میتونید استفاده بکنید. کره کاملا آب شده. میذارم فقط آب به دمای جوش برسه و نه که قل بزنه. همین که ببینید الان دیگه این شروع کرده به قل زدن. من آردو یک باره بهش اضافه میکنم، شروع میکنم به هم زدن. سریع هم بزنیم که آرد و آب کاملا مخلوط بشه. من این گاز رو یه لحظه خاموش بکنم، یه چیزی بهتون بگم. ببینید میزان، ببینید آردهای مختلف فرق میکنه میزان در واقع جذب آبشون. ببینید الان این نباید اینجوری باشه. این آرد زیاد بود، یعنی جذب آبش خیلی بالاست. من میرم یه مقدار دیگه به این آب اضافه میکنم. همینجوری کم کم بهش آب اضافه میکنم. این باید اینجوری گوله نشه، یعنی به صورت یه خمیر یک پارچه در بیاد. یه ذره دیگه من فکر میکنم آب بهش بزنم عالی میشه. ببینید بافت خمیر رو به چه صورتیه. یه خمیر یک پارچه. به محض اینکه به یه همچین حالتی رسید تایمرتون رو بذارید روی 7 دقیقه. 7 دقیقه
اینو به این صورت قشنگ روی خودش تا میکنید و کف ظرف پهن میکنید. این کار باعث، حتما این کار انجام بدید. این کار باعث میشه که اون آب اضافی در واقع توی خمیر تبخیر بشه و شما بامیه‌تون خشک و خشک‌تر بشه. من این تایمرمو بذارم 7 دقیقه. دمارم باید بیاریم پایین. یه چیزی رو من یادم رفت اضافه بکنم، خوب شده الان یادم افتاد. 2 قاشق غذاخوری از این شربت بارمونه. هیچ اشکال نداره الانم بزنید. بهتره که همون موقع با آب و کره که مخلوط کردیم همون موقع به آب میزدیم قبل از اینکه به آرد بزنیم، ولی الان هم هیچ اشکالی نداره. خب رسیدیم به 7 دقیقه و من از روی حرارت برش میدارم. ببینید به یه همچین چیزی، به همچین بافتی از خمیر رسیدیم. حالا میرم میندازمش توی ظرف میکسرم خمیر رو. یه حوله من میکشم روش، این میذارم از این حرارت بیفته، به دمای محیط برسه. تقریبا یه رو 20 دقیقه بهش اجازه میدیم که حرارتش افت کنه. بعد اون موقع است که باید برگردیم و بهش تخم مرغ بزنیم. الان نمیشه تخم مرغ بزنیم چون حرارتش بالا، تخم مرغ میپزه. بریم و برگردیم. رسیدیم به بخش زدن بامیه ها. این الان گذاشتم قشنگ خنک شده. خنک هم لازم نیست بشه. الان من دست میزنم یه کوچولو خیلی کم گرمی رو توش حس میکنم، همین کفایت میکنه. ببینید بافتش به این صورته، نگاه بکنید. الان من اینو میذارم توی میکسر. حالا شما میتونید از این میکسرهای دستی استفاده بکنید. از اینا همه خونه ها پیدا میشه دیگه. میتونید اینا استفاده بکنید. میتونید از این در واقع استند میکسرها بهش میگن، اینا از اینا استفاده بکنید. اینا راحت تره. من دیگه از این استفاده میکنم. من میرم 4 تا دونه تخم مرغو دونه به دونه، اول یه دونه میشکنم، یه دونه میزنیم، قشنگ وای میسیم که این یه دونه ترکیب بشه. به هیچ عنوان این چیزا رو 4 تا تخم مرغ با هم نزنیم چون خمیرتون رو خراب میکنه. ببین نتیجه کار چی شد، نگاه بکنین. این بافتش رو ببینین. باید ببینین این باید یه ذره دیگه شل باشه، یه کوچولو دیگه. یه دونه دیگه من تخم مرغ به این میزنم، یعنی مطمئنم عالی میشه. آها این دقیقاً الان چیزی که من میخوام. ببینین از دستم باز میشه، خیلی سفت نیست ولی چسبناکه. ببینین بذارین من یه بار دیگه قشنگ نشونتون بدم، نگاه کنین. ببینین این باید اینجوری باشه، چسبناکه، نگاه کنین، ولی از دست جدا میشه. ببینین خیلی سفت نیست مثل سنگ. این قبلیه خیلی سفت بود، به خاطر هم یه دونه دیگه بهش تخم مرغ زدم. خیلی خب بعد از اینکه میکس کردنامون تموم شد، میریم دیگه اینو وارد قیف میکنیم. این قیف‌های پلاستیکی برداریم، کارتون خیلی راحت تر میشه. بعد من از این ماسوره، 2 نوع ماسوره اینجا دارم، بیارم جلو بهتون نشون بدم. ببینید این یه ذره بزرگتره، هرچند این سلیقه‌ای دیگه. حالا میخواید اگه بزرگتر باشه بزرگتر. من از این استفاده میکنم چون خودش یه ذره هم وقتی سرخ میشه پف میکنه. الان از این مواد بامیم میریزم توش. میتونستم تو 2 تا قیف بریزم، این درستش این بود که تو 2 تا قیف بریزم، ولی دیگه گفتم ولش کن دیگه، بزنیم بره. میریم سراغ ملات زولبیامون. به به، بهتره که از این پلاستیک‌های سس استفاده بکنین، خیلی کارتون راحت تره. اینجوری من این مواد رو میریزم تو اینم از این. رسیدیم به مرحله آخر که سرخ کردن زولبیا و بامیه است. توی این مرحله باید خیلی تمیز باشیم که اعصابمون خورد نشه. من اینجا ظرف زولبیام اینجا هست، قیف بامیم اینجا هست، روغن ریختم توی مایتابه، توی قابلمه‌تونم سعی بکنید، چون الان فعلا میخوام زولبیا رو درست بکنم، اول سعی بکنید که کوچیک باشه، به اندازه زولبیا باشه و عمق داشته باشه که روغن زیادی مصرف نکنید. ولی خب روغن تقریبا انقدر من روغن ریختم توی قابلمم. شربت بارمو گذاشتم توی مایکروفر تقریبا 1 دقیقه که دماش تقریبا بشه 70-75 درجه. دستتون رو میکنید توش، اون گرمی رو حس میکنید ولی داغ نیست که دستتون رو بسوزونه. به هیچ عنوان نباید بامیه یا زولبیا رو بریزید توی
شربت بار خنک یا خیلی داغ. اینو میذاریم کنار. اینجا یه ظرفم داریم که هم وقتی کارم سرخ شد با این چنگال من اینو در میارم و میذارم اینجا. اینم برای بامیه است که اول میندازیم توی شربت و بعد درش میاریم. حالا مراحل کارو بهتون نشون میدم. یه مقدار من از روغنش رو خالی کردم توی یه ظرف دیگه. احساس کردم که یه ذره زیاده برای زولبیا. در حد اینقدر یه بند انگشت کفایت میکنه برای زولبیا. برای بامیه باید روغنمون بیشتر باشه. دقت داشته باشید که دمای روغن خیلی هم نباید داغ باشه. شروع میکنم به زدن. به این صورت یه ذره احساس میکنم که باید این دهانه ظرف سسم رو بزرگتر بگیرم. وقت برگردوندنشه ببینید چه باحال شد. برای اینکه بره تو شربت بار قشنگ خشک میشه. به این حد که رسید، ببینید به این رنگ که رسید دیگه درش بیاد، چون تو شربت بار بازم چیزتر میشه، رنگش تیره ترم میشه. این دوربین بگیر اینا چقدر خوش رنگه. برای اینکه وقت فیلم گرفته نشه من برم یه 5-6 تا دیگه سرخ بکنم که برای عکس و فیلم قشنگ داشته باشیم. بعد بریم سراغ بامیه. حالا بریم سراغ بامیه. بچه‌ها یه ظرف دیگه من میارم اینجا، نگاه بکنین. این یه ذره عمقش بیشتره. بعد روغنم بیشتر ریختم، تقریبا انقدر من روغن ریختم. حالا روغنمون هم سرده. اول روغنمون سرده. اینو شروع یه قیچی هم میاریم. اینو شروع میکنیم به پایپ زدن. اندازش هم دست خودتونه. میتونید بزرگی و کوچیکیش سلیقه‌ایه، دست خودتونه. اینو میزنم که این بالا را باز بشه. دلیل اینکه از روغن سرد استفاده میکنیم اینه که میخوایم بامیه ها به یک اندازه و یک نواخت پخته بشه. اگه همینجوری پایپ بزنیم یکیش زود سرخ میشه، یکیش خام میمونه. میذارمش روی شعله. به هیچ عنوانم بهش دست نمیزنم، همم نمیزنم تا خودش وقتی آماده میشه میاد بالا. حالا میبینید، نگاه کنید. در ضمن بچه‌ها شربت بارتون نباید از دما بیفته. اگه دیدید سرد شده بذارید توی مایکروفر تقریبا 30 ثانیه که دوباره به دمای بالاتری برسه و زولبیا حالا یا بامیه هر چی بخواید توش بذارید دماش یه ذره شربت بار باید بالا باشه. برای بامیه دمای روغنتون نباید خیلی بالا باشه، متوسط دمای روغن خوبیه، چون اگه خیلی بالا باشه سریع دورش میسوزه، توش خام میمونه. ببین چقدر باحال شد، دونه دونه دارن میان بالا. تو این مرحله یه همه ریزی میزنیم که در واقع بامیه های زیر رو بشه و هر دو طرفش به یک اندازه رنگ بگیره. مرتب هلشون میدم به پایین که کلا توی روغن قرار بگیرن و یک نواخت سرخ بشن. میزان رنگ گرفتنش هم به خودتون بستگی داره. بعضیا خیلی رنگ تیره تر دوست دارن بامیه رو، بعضیا روشن تر. دیگه بستگی به خودتون داره. خب بچه‌ها تو این مرحله بسته، چون تو شربت بارم که قرار میگیره رنگ بیشتری هم میگیره. من سریع اینا رو وارد شربت بار میکنم، قشنگ حالشون بدیم به پایین. به این صورت به این زولبیا و بامیه فوق العاده حرفه‌ای و خوشمزه. ببینید چه رنگی داره. البته من مزه نکردم ببینم خوشمزه است یا نه، مطمئنم فوق العاده خوشمزه است. قبلا درست کردم. الان خیلی دیر وقته برای من که بخوام شیرینی بخورم توی رژیمم. اینو میخوام بدم به یکی از دوستان اون حالشو ببره. فوق العاده خوشمزه است. حتما خونه درست بکنید و لذت ببرید. در ضمن یه چیز دیگه هم که هست، بقیه مواد که مونده من گذاشتم روغن یه ذره سرتر بشه که اونا رو پایپ بزنم و شروع بکنم مثل همینا سرخشون بکنم. اکتوگول افتادم برای این ویدیو. لایک بکنید، کامنت بذارید، به دوستاتونم معرفی بکنید. خیلی خیلی ازتون ممنونم. تا یه ویدیو دیگه، رسیپی دیگه شما رو به خدای عزیزم میسپارم.